قشنگ توجه کنید و خیلی حواستان باشه. والهنگ زمانی که کف داره کار میشه یا آمده حالا والهنگ کار نصب کرده، شما میخواین کف رو کار کنید، یه جا میبینی احتیاج بار بدی بیاری بالا به اون اندازه مناسب برسه، یه جا واقعا احتیاج نیست بار بدی. گرفتی چی میگم؟ این نکته رو باید در نظر داشته باشید که کفشورتون کجا بکارید یا از چه سنگ دستشویی استفاده کنید که زیاد بالا نیاد. پیچای والهنگ، اینا پیچای والهنگه، زیر 30 نباید باشه، بالای 33 هم نباید باشه. یعنی آکس پیچتون این پیچا رو همیشه شما در نظر بگیرید. الان برای من 30.5 در اومده، زیر 30 و بالای 33 نباید باشه. شما همون 30 هم که در نظر بگیرید عالیه. اگر کمتر یا بیشتر باشه فردا روز به مورد برخورد میکنید. سعی کنید اندازه 30 تا 33 باشه. انشالله موفق باشید. اسلایدی طریقه در آوردن جای والهنگ رو میخوام بهتون نشان بدم با شابلون. سرامیک من 60 در 120. استای کارم در آوردم، تراز لیزری مکوبیدم، صفم که خود 2 سانت اومدم بالا، بر مبنای اینکه ارتفاع اینجا دقیق باشه، یعنی کمتر از 32 نباشه. نگاه کنید بچه‌ها، این 120 هم در آوردم، سرامیک هم 60 در 120. استای کارم هم بنا کردم، باید استای کارت اینجا بنا باشه. خب من شمشیر کوبیدم که این سرامیک از اینجا شروع بشه، سرامیک بعدین بیاد بره تو دل این سرامیک. خب که زمانی که اینجا وای میسی خط اینجا دیده نشه. اصل کار اینه. حالا میخوایم جای والهنگ رو نردیم، شابلون ما داخل کار میذاریم. شابلون ما رفت داخل کار. از استای کار 36، این قسمت کار 68. درسته؟ یادتون باشه 36 68. بریم. برش من افتاده تو 2 تا سرامیک گذاشتم، کلیپس و گوام زدم. 36 68. بچه‌ها نگاه کنید، 36 68. بعد اینه که گذاشتیم، نگاه کن خیلی قشنگ. خیلی قشنگ خطش میکنیم. این اندازه‌ای بود که اونجا گرفتیم. خیلی راحت. حالا بریم برای برشکاریش. گردبرا کار رو زدیم، گردبراش رو زدیم بچه‌ها. 110 60 20. این گردبرایی که شما برای والهنگ نیاز اینجا رو بگید، برای والهنگ شما نیاز دارید. الان گردبراش رو زدیم، حالا بریم روی کار نصبش کنیم، ببینیم نصبش چجوری شد. برشکاری ها ما رو زدیم طبق فرمولی که بهتون گفتم. برشکاری تونه کنید، تراز لیزری تونه بکنید، ردخور نداره، هیچ نمره اشتباه در نمیاد. این طبق اون نمره بود که من زدم. برید به جلو داداش. این هم تمام برشکاری هایی که انجام دادم. گرفتید؟ طبق همون فرمول. حالا جای فنی کار، من همیشه هر جا میخوام هر سرویسی شروع کنم، چه چسبی چه دوابی، اول جای والهنگ رو کار بکنم. اول اینجا باشه، استاکارتون از اینجا شروع بشه بره. نگاه کنید استاکار در نظر گرفتم باشه. این سرامیک بعدی میفته پشت که کسی که از روبرو وارد میشه این درز رو نبینه. تیکم هم انداختم طرف دستشوی. این بود فرمول بریز زدنش و گردبر زدنش. انشالله که بچه همیشه تو کارتون موفق باشه. باربیکیو من تمام شد. گرگان گلستان باربیکیو داشتی با من تماس بگیر. مثل این باربیکیو بخوای اجرا کنی احتیاج به 9 متر مربع هم سنگ داری. وارد این کار شدید. کفشورایی که میخواین نصب کنید 100% شما کفشور میذارید، چه پایه بلند باشه چه از اینا باشه بدون پایه باشه. شما باید یه لوله به این کفشور اضافه کنید که قشنگ بره داخل کار بشین. خب نگاه کن، الان من این لوله اضافه کردم. من الان اگه این همینجوری میذاشتم زیرش باز میمونه. قشنگ لوله اضافه کردم. شما زمانی که لوله اضافه میکنید نگاه کن، انجام بدید بهتره. انجام بدید. اونایی که تازه وارد این کار شدن انجام بدید. چند تا خط بندازم. خب من این رو نصبش میکنم. اما این نصب میکنم. خب که زمانی که اگه آب از سرامیک من رد شد رسید به ایزوگام بوتون، از این لا آب بره. آب وای نسته. انجام بدید بهتره بچه‌ها. انجام بدید که دیگه خیال خودتون هم راحت تر باشه. همینطوری نذارید. میخواد نیم ساعت وقتتون رو بگیره. انجام بدید.
بچه‌ای که تازه وارد این کار شدید، چه چسبی چه دوغابی، زمانی که شما دارید کار میکنید ارزم بوده سرامیکای درجه 3 4 به پوستتان مخوره، احتمال داره بنداتان رد کنه وقتی طول کارتون یا عرض کارتون حالا هر چی که هست زیاده، احتمال داره مثلا اگر 30 تا دانه سرامیک مخوره شما از اون ور شروع کنید تا اون ور برید، بخواید نخواید چون بزرگ و کوچیک داره بنداتان رد میکنه. اینجا فقط باید این کارو کنید. زمانی که دارید کار میکنید سرامیک بده، سرامیک وسط کار. شما وقتی زمانی که این سرامیک رو میذارید وسط کار دیگه بندتون رد نمیکنه، خرابی میره اینور، این خرابی هم میره اینور، بنداتون یه بند خیلی خوب میشه. این نکته رو همیشه گوش کنید. وسط کار یه استکار درست میکنی، کار تقسیم بر 2 میکنی. گرفتی چی شد؟ بله؟ اون خودش یه دونه پست بود، این خودش یه دونه پست بود و استوریج کرد. یه سری از بچه‌ها سوال کردن استاد شما باربیکیو رو که اجرا میکنی داخل منقل که می‌بندی این طرف سیخ کجا میذارید؟ نه این طرف که لبه داره سنگ مخا، زمانی که رگ اولتون رفتید بریز به جلو، رگ دوم میره اینطوری یه پله میدید، یعنی سیخ میاد روی این لبه سوار میشه. گرفتی چی شد؟ اینجا یه پله میدید میرید عقب‌تر، بعد داخل کوره رو میچینید، اینجا میشه لبه سیختون. یهو داره تماشا، جنگ شیر من دشت شیر بالا داره تماشا، ما بردم تار سر برنو یهو بعد رضا شد، ما بردم تار سر برنو بالا بعد رضا شد، یهو بعد درارین قطاره جنگوی دوباره، یهو بعد درارین قطاره جنگوی دوباره، جنگوی دوباره.